درود میگویم به شما بینندگان عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی رسیدیم به دیدار همدیگر و این برنامه نوبتی لازیز با جمشید است و مهمانان این روزهای برنامه ما هستند راهبر انسامبل ترانه و رقص ارمغانی فیلارمونیایی بله دولتی جمهوری تاجیکستان محترم الشر قنواتزاده و سرآینده این انسامبل گلپری اوریفزاده. هر دو شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه و در آغاز چی گفتنی هستید؟ من شکر میکنم که امروز با دیداری بیننده یک بار دیگه رسیدیم. درست است. و امروز چخیلی که در صحبت‌های بعدینه با شما معلوم میشد که مقصد ما چی است. بله. از این رو به همه بینندگان برنامه تلویزیون سفینه درود از ما هنرمندان. سلامت باشن و بی‌صبرانه بینندگان انتظارند که امروز خب چی آماده میکنند، کدام خوراک رو آماده میکنند خب الشر قنواتزاده و گلپری. بهترش خودتون گویید که امروز کدام خوراک رو آماده میکنیم. من فکر میکنم بعضی شما پای برده اید ولی همتون نه. چی آماده میکنیم امروز؟ من امروز نیت دارم که برای شما یک آش با سبزی زرد. بله. برای چی با سبزی زرد؟ راست گپ در مردم وادی زرافشان یک رسمی است که آش با سبزی زرد میکنن. بله. و من همینه میخوام که بهر شما یعنی شما امروز با همراه گلپری یک آش پلاوی بسیار بالازد آماده میکنید و من فکر میکنم که آماده کردن این خوراک خب یک وقت مخصوص رو میگیرد، یک وقت معین رو میگیرد و این آش خیلی بالازد خواهد آمد. خورشو را البته گلپری آماده. یعنی الکی تقسیم از وظیفه ها. بله. آش رو آماده میکند الشر، خورش رو آماده میکند گلپری. خیلی عالی. بینندگان عزیز، بعد از یک لحظه برمیگردیم و آغاز میگردد انمون پروسس آماده کردن آش مخصوص، آش پلاوی مخصوص رو آماده میکند الشر قنواتزاده و خورشش رو باشد گلپری. ما را همراه باشید، بعد از چند لحظه برمیگردیم. این برنامه لازیز با جمشید است. بلند باید باشد یا پست؟ بله بلند. بلندتر باشد. خب این رو میگذاریم. خب کمک گرم می شود. سرپوش رو اینجا بمونیم. خب از چی شروع میکنیم؟ سر اول باید که ما روغن را برای کمک گرم میشد بعدا میاندازیم. خب برای شما هست اینجا، برای گلپری در اینجا مخصوص اینجا هست. خب کارت ها رو ما میتوانیم که میدیم. مرحمت. خب من میگذارم با جای خود بیننده عزیز و امروز تا اندازه دوستان من کمک چی میگویند آزادتر هستم و وظیفه من فقط سوال دادن و صحبت کردن است، زیرا امروز اکنون گلپری و الشر آماده میکنند خوراک و خورش رو و سوال ها رو ادامه میدیم. این شب روز الشر با چی کار مشغول است؟ انسامبل با چی کارها مشغول هستند؟ از پای ایجاد تازه هستند؟ چگونه هستند؟ فعالیت عین حال در انسامبل ترانه و رقص ارغوان چگونه است؟ شکر خدا که امروزها انسامبل ما مثل دیگر هنرمندان در تکاپوی ایجادی است. یعنی که چخیلی که میگن هنرمند کلواری بارش رو از زندگی، از همون زندگی محیطی که امروز هست پر میکنه. یعنی که ما امروز پیوسته از پس ایجاد هستیم. با دیگر میگیم دوستان عزیز، اون افرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند خاطررسان میکنیم که شما برنامه لازیز با جمشید رو تماشا دارید. امروز گلپری و الشر مهمون امروزای ما هستند. خب مرحمت. ما اول روغن از روغن رو میاندازیم. بله. ولی در اینجا روغن نمیفراید با آن خاطر که چیکار میکنیم اینجا این رو میگیریم و این معنی اون رو دارد که الشر خیلی حق شده است که با پخت و پز مشغول نیست و البته شوخی میکنم، برای هر یک مرد 40 هنر کم است گفتند و من فکر میکنم که در برابر زنهای تاجیک، مادران تاجیک، کردانهای تاجیک، مردان تاجیک نیز از عهده انمون همه کارهایی که بر ذمه‌شان هستند برایند پخت و پز
این باز یک کسب دیگر است. شما یک اسلوب خاص خود را دارید، یک سبک خاص خود را دارید در همین جودای سرویندگی. کمک قصه می‌کردید که چگونه برای شما میسر شد؟ از کدام سالها شروع شد؟ از کدام دوره شروع شد میل و رغبت شما نسبت سرویندگی و سرودخوانی؟ من شکر از آن میکنم که زادمندان من همه اهل هنر بودند و هستند. البته این محیط هر یک هنرمند بی‌طرف نمیمونه. چخیلی که میکنن برای هنرمند بودن همگی 1% خداداد باشد و دیگر همش از مهنت است و محیط است، زحمت است. برای من از این محیط بی بهره نماندم. البته چون پدرم نوازنده خیلی ماهر بودن که در همون دیها تمام همون معرکه آرا بودن، تنبور نواز بودن و برادرانم نیز یکی ازشان خطکاری، دانشگاه هنرهای زیبایی و این محیط که من خورده که بودم با گفتی بعضی ها ارکه همه خاندان بودن. برای من همه اسباب و همه محیط برای من مهیا بود. برای من از این محیط بی بهره نماندم. قدم های نخستین من همون محیط عائله بود. خیلی عالی، خیلی عالی. و علاقه شرایط مهیا بود، علاقه تمامی اسباب ها بود. بله بله، برای هنرمند شدن همین چیزش کافی بود که پدیده‌های اولی همین هنرمندی به دل من راه یابند. خیلی عالی. خب چیکار میکنیم؟ من با شما کمک میکنم. شما فقط گوید. خب حاضر همین گوشت رو میگیریم به یک طبقه مخصوص. خب نمک خب کلانتر باشد یا معده چگونه باشد؟ کلانتر باشد. خب کلانتر باشد. کلانتر باشد خوب است. خب مسئله پخت و پز چگونه است؟ مثلا در یک ماه چند مرتبه شما با خودتون اجازه میدید که در خانه یگون این راست گپ همین نوبتی همین عشق شد. من خودم از عائلم خواهش میکنم که دخترم که من باید عشق خودم آماده کنم. خودتون آماده. حتی فرزندان میگن که عشق شما آماده میکنید از مادرم تا من فرق دارد. یعنی فرق دارد گفته گپشون این معنی اون رو دارد که بولذت تر است. بولذت شاید که مرد همین موادی و دریغ نمیدارد بسیارتر خوب میاندازد. می شاید مادر میخواد ذخیره کند برای ویش که شاید همین صبح درست است. همین صبح بولذت باشد. شاید بله. لیکن در اصل گیریم واقعا هم خوراکی که مرد میپزه در برابر زن ها بسیار بولذت است. بسیار بولذت است. خیلی بولذت است. بله. اکنون چیکار میکنیم؟ گوشت رو نمک میکنیم. نمک میکنیم. بله. بغیر از مثلا آش پلو کدام خوراکو است؟ من مثلا در روی خط خوراکایی که علیشر قناعتزاده آماده میکنه. من بغیر از منتو دیگه تمام خوراک آماده کردم میتوانم. بهتر. این هنر از کی شما آشنا شدید و با قول کمک کسبی شدید؟ یعنی آماده کردن راست که دوره دانشجویی در خوابگاه زندگانی میکردیم. خاطرم است که اولین عاشق خودم کردم. میدونستم که با همین طرز عجیب باشه میگه چنان با مزه اومد که شاید دوره سنتی دوره دانشجویی همه خوراک‌ها با مزه باشد. با یک رفیق ما خوردیم همین آغاز شد الکل. و چون من پیش از دانشجو بودم 2 سال در صف قوای مسلح سابق شوروی در شرق دور خدمت کردم. خیلی عالی. شاید این هم تجربه باشد چون که خدمت حرمی مرد را پررم میکنه. بله مکمل میگردم. پررم میکنه، مکمل میکنه. شاید همین تاثیری همین هم بود. خیلی خوب. خب گلپری، خب فعالیت شما چگونه شد؟ قدم های شما در جدای صنعت، در جدای سرویندگی چگونه خب به عمل آمد؟ کی و چی سبب شد؟ چگونه بود؟ من راستی از این سالهای مکتبی از خوردی من برای سروینده شدم. بسیار حواس داشتم، آرزو میکردم که طریق تلویزیون، طریق رادیو میشنیدم، تماشا میکردم حافظان تاجیکستانی عزیز خودمان را بیرون از تاجیکستان. به خود یک آرزو میکردم که شاید که روز شاید که من هم مثل همینها
روی صحنه برای ما یک یعنی سرای حواس داشت. می‌کردید. حواس و می‌کردیم. از بس که روغنی من تیار شد ببخشید من اول پیاز نمیاندازم هر کس یعنی این یعنی وای خدا شکر کنم من اول گوشت رو آماده میکنم میگیرم بعد بعدا پیاز خیلی عالی شما صحبت دوم میتونید دوم کنید حالا ببینید که صدا بلند میشد خب بالاخره یعنی همون حواس‌های پای در پای شما رو به جدای صنعت آورد و موفق میشدید کمی هم باشد. خیلی عالی خیلی عالی. خب فعالیت در انسامبل چگونه است فعالیت در انسامبل عین حال خوب است. کار خود را ادامه دادیم. سرودهای نو به نو برای استقلالیت تاجیکستانمون، برای وحدت ملی، برای همه جشن‌هایی که هست در تاجیکستان خودمون تیاری آمادگی هست. خیلی عالی خیلی عالی خب دوستان عزیز اون نفرانی که نوکک با شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و امروز الишер قناعتزاده آماده میکند آش به طور مخصوص آش پلو و گلپری باشد همین خورش این آش رو آماده کرده ایستادند الکی کار ادامه مییابد و تا این دم چیکار کردند گلپری الکی کرم رو майда реза карданд ва алишер баъд аз оне ки равғанро ба дег андохтанд камакак тасвид ва гӯштро андохтанд фарзандон чӣ гуна ҳастанд масалан нигоҳи фарзандон нисбати санъати сарояндагӣ шавқу рағбаташон чӣ гуна ҳастанд ман шукр мегӯям ҳама фарзандони ман аз санъат бохабаранд вале аҷибаш ин ки то ҳол ягонташ ба ҳамин роҳ нарафтанд шояд ки раванд курдиёш чунки ҳамаш касби духтурия гирифтану касби омӯзгорию ваю лекин дар дилашон санъат ҳаст барои ҳунарманд шудан бале бале чун албатта инҷа барои гени аст ки бояд ки аз ирсият аст ки бояд ки аз падару модар ба фарзандо бале гузарад суруди охирине ки шумо эҷод кардед охирин сурудатон кадом аст оё сабт шудааст ва пешкаши хоб мухлисин ҳаводорон гардидааст ё на шукри худо ман як суруде ки дар бораи 5500 солаги шаҳри босонӣ сараз эҷод кардам ҳамроҳи ансамбл ва тамринаш ҳама тамом шуд рост гап ба ҳоле моло ягон ҷо пешкаш накардам чун вазъи кунунӣ ба ҳамагон маълум ин тайёри ман бар ҷашни 5500 солаи сараз ва аз ин бисёр сурудое кардам ки бо садои зинда бо як-ду асбоби холӣ пешниҳод кардам хеле олӣ хеле олӣ ва ман хоҳиш мекунам аз шумо ки чун гуфтед ки ҳамин сурудро аллакай эҷод кардед тайёр аст ва то ҳол пешкаш накардед ман фикр мекунам бинандаҳо бесаброна интизоранд ки хоб алишер як замзама мекунад 4 мисраи анамин сурудро ин хоки сараз хоки аҷдоди мост ба тарзи шаҳд сар мешавад ва баъд дуюм ритму сеюм ритм дорад ман ҳамин мехоҳам ки ҳар як ҳунарманд ба худаш як ба гуфти русо як секрет дорад як сири худро дорад ҳамрӯз ба омодагӣ ба пуррагӣ вақте ки ба мардум пешкаш мекунам бигзор ки ҳамунҷа бинанд хеле хуб ин ихтиёри шумост шеър аз устод камол насрулло аст мо дар якҷоягӣ бо масъалати якдигар кор кардем оҳанг бастам ва ҳамовозӣ ансамбли тарона ва рақси арғувони филармонии давлатии тоҷикистон имрӯз дар паи эҷоди кор ҳастему дар паи ҷустуҷӯи як роҳи нави ба мардум хизмат расондан дорем хеле хуб хоб дӯстони азиз аллакай гӯшт ман фикр мекунам ки як андоза қариб тайёр шудааст бирён шудааст ва баъд аз оне ки гӯштро мегирем чӣ кор мекунем алишер баъд мо бояд ки пиёза омода кунем ина ман омода мекунам пиёза хоб акнун мегузарем ба дег бале хоб акнун гӯшти мо қариб тайёр шуд мо гӯшта мегирем хеле хуб ман фикр мекунам дӯстони азиз
اون نفرانی که آماده میکنند و باز یک نوع دیگر رو میآموزند و اون نفرانی که میدونند هیچ باکی نیست. اکنون گوشت رو میگیریم و اکنون پیاز گوشت رو میگیریم، مدتی 1-2 دقیقه صبر میکنیم. خب با خوبتر که روغن که تصوید، خب بعدا پیاز رو میاندازیم. ما پیازه چی میکنیم؟ خب گلپری، خب خوریش مثلا باز میتونیم کدام محصولات رو میتونیم کدام خب سبزیجات رو میتونیم ایلوه کنیم؟ در این خورش ما اگر ترب میشد با ایلوه میکردیم باز خوبتر میشد. کسانی که ترب ایلوه کنن باز خوبتر میشد. یعنی بیننده عزیز موافق طعم و ذوق خودتون. نه اون نفرانی که میخوان که ترب رو باز ایلوه کنن باز لذیذتر میشد، طعمش دیگرگونه میشه. اون نفرانی که نمیخواهند هیچ باکی نیست. و خب خوریشی آش پلاو هر کس هر گونه آماده میکند و امروز گلپری تصمیم گرفت که خورش رو با کبودی ها، کرم و لیمو ایلوه کند. خب من پیاز رو ایلوه میکنم. خب پیاز رو ایلوه میکنیم. راست که بعضی‌ها پیاز ایلوه میکنن، من ایلوه میکنم تو سرخ شده نشد. یعنی که قریب که سیاه میشد من خیلی سفید نمیمونم، چون که وقتی کمتر سیاه شد رنگش هم خوبتر و چی میمونه. سراول وقتی که دیگه ما تصفیه شد، سراول روغن، بعد گوشت رو زیر بانده ما گرفتم جدا علایده. بعد پیاز من باید که کمتر سرختر شود، خیلی سفید نمونه. بعضی هم خیلی سفید میمونه، خیلی نشم. خوب هر کسی وای خدا. پیاز که سرخ شد اول بعداً ما باید سبزی یاجوری کنیم، همش نه، یک قسمش میکنیم و گوشت رو همراه میکنیم. بله گوشت رو همراه میکنیم و تا آماده شدین ما باید که اول برنج ما تازه کنیم با آب خنک. مرحمت با آب خنک اینا گلپری یاردم میکند. با آب خنک باید که ما شویم مانیم تا دمی که وقتی که ما زیربه که انداختیم همراه بعد آبی جوش کتی کمتر میمانیم چی میشه؟ دم میگیره. دم میگیره. بیاد از یک نفر بسیار مقدس صحبت میکنیم. مرحمت. از مادر شما صحبت میکنیم که خب واقعا هم هر وقتی که ما میبینیم خب انم در صحیفه های اجتماعی باشد بیشتر خب از مادرتون یادآوری میکنید و هر وقتی که مثلا با دیدار مادر میروید به دیها حتما که دوستان نزدیکان واقف میشوند. نقش مادر در تربیه و در انمین به کمال رسیدن الشر قناعتزاده چگونه بود؟ چون از مادر یادآوری کردید، بهترین و آخرین تحفه آسمان این مادر است. من شکر خداوند میکنم که امسال مادری من 5 مرد و سن مبارکی 100 سالگی رسیدن. سلامت باشم. و از این 100 شکر میکنم، شبا با خودم 100 شکر میکنم که این دولت من، این دولت و همه مهنت و هنری من این مادری من است. درسته. زیرا که هنرمند اولین سروده از الله‌های مادر به خود میگیرد. من شکر میکنم. راست گپ همین رفته بودم ماه رمضان، یک چند روز پیش نزد مادر رفتم. مادر من خیلی شکر خداوند حالی بخواد بردم هستن، خودشون میدارن، چون میدونه که من آشی اوماچ میگن ما از خمیر تیار میشه. میدونم. نقض میبینن خودشون آماده کردن. حتی من همینه بنوار گرفتم که چی کنم. چگونه آماده میکنم. بله. راست گپ وقتی که از دست مادر خوراک میخورید، بهترین خوراک، لذیذترین خوراک، از این زیاد حتی در طربخانه‌های بهترین دنیا خوران نمیتونه. درست است. صد شکر میکنم که مادر دارم، صد شکر میکنم که من منبع الهام من این مادر است. واقعا همه میگن که تا اون دمی که بیننده عزیز مادر در قید حیات هستند، فرزند اون نفر تا همان دم کودک است.
فرق ندارد در چند ساله باشد. بله بله بله. واقعا هم وقتی که نوازش میکند مادر، وقتی که خب عموما در انامین نزد مادر، در بالین مادر شخص خود را بسیار راحت احساس میکنه. واقعا هم عمر زیاد داشته باشند، سالم و بردم باشند مادری عزیز، مادران تمام تاجیکستان، مادران تمام دنیا دائما سلامت باشند، خوشبخت باشند. من تیار شوم. خیلی خوب. تیار شد الکای؟ بله اکنون خب سبزی رو میاندازیم یک قسمتش رو ها؟ یک پیاز یک طرف میکنیم. خب خیلی عالی، خیلی عالی. و دوستان هر یکی ما آش پلاو رو استعمال کردیم، یک چند نوعش رو، و من فکر میکنم که آش پلاو یکی از خوراک‌های اساسی ملت تاجیک است، یکی از خوراک‌های بسیار لذیذ است. در تمام جشن و مرکه ها، در توی خب این رو وقتی که سبزی رو انداختیم خب حتما گوشت رو اضافه میکنیم. خیلی خوب. وقتی که علیشر میخواد گپ زند فرقی ندارد، برای او حتما که باید فکر را بیان کند. این خوب است، خیلی خوب است، خیلی عالی است و عینی مداوا است. برای همین میگیم که آش پلاو من باوری کامل دارم که از 100% همین طور است. اگر من خطا کنم شما اصلاح کنید. از همین 100% مردم تاجیک باوری کامل دارم که 85% مردم ما آش پلاو رو دوست می‌دارد، خوراک دوست داشته است. شاید 90% باشد. شاید. شخصا من اگر در یک هفته در خانم اگر 3 بار آش نخورم که همین خوراک میخورم، برای تو همین آش نخورم گویا که من خوراک خوردگی نیستم. برای آش خیلی البته خوراک خوب، یک تمام ملی است. بله. اگر در آشخانه 15 مرد که باشد، اگر یک بانو باشد، کاری همین 15 مرد رو میکند. این بی‌شبهه از مهارت ملکه مادران عزیز گواهی میده. دوستان عزیز، اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و میمونون نوبتی امروزه و میمونون نوبتی برنامه لذیذ با جمشید هستند الشر قناعتزاده و گلپری اوریفزاده. بار دیگر خوش آمدید میگویم و الکی بینید که تا یک اندازه الکی خورش آماده شده است. باقی مانده سبزی رو اضافه میکنیم و اکنون آب خنک باید که آب خنک اندازیم. تنها با آب خنک اکنون چی میکنیم تا که یک قدر جوشه. خیلی عالی. آشخانه ما رو یک بوی بسیار هم با مزه، بوی لذیذ فرا گرفته است. من باوری کامل دارم که خب این بسیار خوراکی با لذت میآید با انامین خورش ها. فقط ما گوشت رو نمک کردیم خلاص ها؟ بله، حالی نمک اضافه میکنیم، هم بعدا اضافه میکنیم، هم حاضر اضافه میکنیم، هم با بعدا. خیلی خوب. اینا که کردیم تا جوشیده نشه. بلند است الکی؟ بله. خب گلپری، کدام خوراک رو شما بیشتر آماده میکنید در خونه غیر از مثلا آش پلاو؟ همه نمودی خوراک رو آماده میکنید برای فرزندان و من فکر میکنم که خب وقتی که خوراک رو مادر میپزد آماده میکند، بی‌شبهه فرزندان خب بیشتر انمون خوراک مادر رو انتظار میشن. واقعا هم. خب چیکار میکنیم اکنون؟ حاضر نمک اضافه کردیم. خب من هم زیره اضافه میکنم، هم کمک بسیار برای که مزهش برآمدن. و یک راستی یک سری دیگر رو دارم، شاید این مردم در حیرت میمونن که چرا این طرز میکنن. من یا که همین مقدار نواد میاندازم، خیلی عالی، یا که 4 تا قندی سفید است که کلولکن میاندازم. از بس که نواد است یک دیگه من اضافه میکنم. شاید مردم گمان کنند شاید برای چی باشد. آشی مخصوصی الشر که چگونه میکند این سر خودش است، ولی سر رو در همه فاش کرد که نباید میاندازد. سری چای گفتن بعضی آشپزها نمیگویند. بله.
دوستان عزیز بعد از اونی که خوک‌های خوشبو کننده رو نمک رو ایلوه کردند علیشر و در دستش میبینم که لیمو است. بله بله. لیمو رو میاندازیم. بله لیمون رو یک بار دیگه میشوییم. خب و پیش از موندن با ویلکا خب با شوخینچه چند با سوراخ میکنیم. سوراخ میکنیم که چون باید که شهد و لذتش باید در همون زیر برگ. خیلی خوب. حالا موندیم باید که 10-15 دقیقه حتما جوش شد. خیلی خوب دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم تا اونجایی که همین زیربک میجوشد. ما رو همراه باشید. این برنامه لذیذ با جمشید است از شبکه سفینه. تشکر که با ما هستید تو این دم و الکی من فکر میکنم که انمون 10-15 دقیقه که گفتیم باید که پورا جوشد محصولات ها پورا جوشیده است و چکار میکنیم اکنون؟ وقتی اون رسیده است که محصولات اساسی بله محصولات اساسی برنج رو که در آب گرم ترک کرده بدیم. خب شاید که یک بار چقه میکنیم و ایلوه کرد. مرحمت. برنج ایلوه میکنیم برنج رو. موافقه که 1 سانتیمتر از برنج بالا باشه. اگر برنج آب بردار باشه بسیارتر چی میکنیم؟ اگر کم بردار باشه خیلی خوب. باز کمتر نمک ایلوه میکنیم. در آخر باز کمک نمک ایلوه بله میکنیم. بله درست است. انشاءالله شور نباید بیاد. بله. اکنون خیلی خوب. کم تر دیگه آب ایواز میکنیم. ایلوه میکنیم کمک. بله. چون برنج آب بردار است. اکنون تا برنج تا آب رو جابیده گرفتنش ما میجوشونیم. در ایجادیات شما یک قسمت معین رو همین سرودهای خب چی میگویند بدیهه یعنی دویت اشغال میکنن. خب چگونه است و کمک میگفتید که مثلا این فکر از کجا پیدا شد که بیشتر مثلا دویت هایی که شما با همراهی مثلا گلپری و دیگران رو ایجاد میکنید و میسرایید بسیار موفق میشوند؟ چون دیتخوانی یک سنت عجیب به خود دقت جلب کننده است. راست که وقتی که گلپری سال 2004 خاطرم است 2004 بود آمد به فیلارمونیا در اولین کنسرت من یک سرود با نام گلپری بود. نام سرود گلپری بود که با همین سرود گلپری صحنه با آمد. بله. و از همان سال اینجانب من قریب یک 20 آماده کردم. حتی با زبان هندی آماده کردیم، با زبان عربی آماده کردیم، حال ثبت نشده است و قزاقی انشالله و چند نمود که شاید که این باید که مخلصان باید شاید در یک درجه به همین ژانر ما موفق شده. خب هست حاضر یگون همین دویتی که کمک زمزمه کنید یک 4 مصرعش رو با همراهی گلپری. میدونم معلم رود یک جا برآمد میکند، لیک دارد باید یک جا لیک سخوند. من همین سوالی شما من پیش آمدم حس کردم که حتما همین سوالا میشود. بله. و یک بدیهه آوردم حال هیچ که گوش نکرده است. شعر از ابراهیم میر محمدزاده
ولی در ورق است. من میدونستم که شما همین سوال با من میتید، همین من آوردم. خیلی عالی. باشه. اگر هنگوید 4 مصرعی همین یک جای همراه گلپری میخونیم. خیلی خوب. من فکر میکنم که در نزد دک این را سراییدن با سرودی نو است. من فکر میکنم اوش بسیار عالی میبینه. یکم بار البته بینندگان تلویزیونی سفینه میبینند. بله. مرحبا. بنده من بنده آن قاش چشمانی شما، عاشقم عاشق بروی ماه تابانی شما. بنده من بنده آن قاش چشمانی شما، عاشقم عاشق بروی ماه تابانی شما. ای که ترحم میکنین بر جان من ای جان من، تا ابد باشم الهی من به فرمان شما. ای تا ابد باشم الهی من به فرمان شما. آفرین آفرین. واقعا هم خیلی خوب، خیلی همین جذاب و دلکش به مانند دیگر همون دوئتوی شما. تشکر ایزاد. خیلی عالی. اکنون که چون دیدید خوبش رو برین جبهه گیریم. خیر. اکنون دم میپرتیم، یعنی که جمع کرده خب جمع میکنیم و دم میپرتیم. دم خب در میپرتیم. آماده کردن اوشی پلاو، خب همین دم پرتویی یکی از بسیار چیزی قسمت‌های اساسی اش است. بله. زیره علاوه میکنیم. باز علاوه میکنیم. بله. کمک. مایده میکنیم که تا که لذتش بیشتر برآید. بیشتر برآید. خیلی خوب. و سرش دم میپرتیم مدتی 15 چند دقیقه؟ مدتی 15-20 منوت انشاءالله باید تور شود. یعنی 15-20 دقیقه دم میخورد و آماده میشد. بله بله. خیلی خوب. دوستان عزیز، گفتم که 15-20 دقیقه دم میخورد و بعد از چند لحظه برمیگردیم یک وقفه خیلی کوتاه و میبینید که الکی اوشی پلاوی ما آماده شده است. ما را همراه باشید. بالاخره آماده شد اوشی پلاوی که خب الشر قناعتزاده آماده کردند. الکی خب خورش گلپری آماده است و چیکار میکنیم اکنون؟ اکنون لحظه‌های بسیار هم حساس و حساس بلگن میبرداریم. بله. این اول میکشیم. خاموش میکنیم. خاموش میکنیم. خب الکی خاموش. خیر 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 و ببینید که چگونه است دوستان. واقعا هم یک دوستان عزیز بسیار عالی. اکنون بینید که چگونه اوش یک نمای خیلی اشتیاور به خود کسب کرده است و بعد از یک لحظه میچشیم همراهی اپای گلپری و برادرمون الشر قناعتزاده و میگوییم که چگونه لذت دارد. بعد از یک لحظه ما را همراه باشید. دوستان عزیز، لحظه فرا رسیده است که اوش آماده کرده الشر قناعتزاده رو با خورش آماده کرده گلپری اوریفزاده چیکار کنیم؟ چشم. مرحمت. مهمانان عزیز با اشتیاق باشید. گیرید. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون میچشیم میبینیم که چگونه لذت دارد. واقعا هم رنگ و نمایش رو بینید. هر یکی ما اوش پلاو رو بارها چشیده ایم، استعمال کرده ایم، ولی
اوشه که امروز алишер قناعتزاده آماده کردند با خوریشی که گلپری آماده کردند یک طعم و مزه غیر عادی دارد و طعمی که شما نمون نبات رو انداختید باور کنید عموما یک مزه بسیار خوب لذیذ رو کسب کرده است. باور کنید با کلی فرق دارد و بسیار لذیذ و با مزه است. من از شما بسیار سپاس میکنم برای آماده کردن یک خورش همچنین کمک رسانیدن و باوری کامل دارم که شما رو دیده الکی بیننده ها زودکک میپردازم به آماده کردن همین خوراک و در آخر چی گفتنی هستید؟ با بیننده های عزیز برای مخلصان خودتان با اون نفرانی که صورت های شما ایجادیات شما رو پیگیری میکنند و شما رو خیلی دوست میدارند. دوستان عزیز به همه مخلصانم به همه کلی مردمی تاجیکستان گفتنیم که خدای خداوند همین صلاح ما را هرگز از سر ما دور نکند. بله. سیری و پوری باشد، تنجی و امانی باشد و هم وقت هنرمندا در خدمت شما باشند. سلامت باشند. شما چی گفتنی هستید؟ با کلی تماشابینان تلویزیونی سفینه گفتنی هم که اولا تنی صحت خاطر جمع دسترخوانی پر از ناز و نعمت همه وقت در خانه‌شان داشته باشند. سلامت باشید. من در نوبت خود از نام گروه ایجادی برنامه لازیز با جمشید به شما پیش از همه سلامتی بعداً در کارهای ایجادیتون موفقیت پیشروی تمنا دارم و من باوری کامل دارم که باز بارها دعوت میکنیم شما شونین خوراکای لذیذ رو آماده میکنید با همراهی گلپری. سلامت باشید. تشکر با شما که در این روزها هنرمندا یاد میکنید و با واسطه شما و با واسطه تلویزیون شما ما باز با مخلصان خود روبرو میشویم. سلامت باشید. تشکر با شما. سلامت باشید. بیننده عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. گفتیم که میمونان برنامه ما بودند الишер قناعتزاده و گلپری اوریفزاده هنرمندان انسامبل ترانه و رقص از فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان و من باوری کامل دارم که شما همیشه غذاهای بسیار لذیذ را آماده میکنید خوراکهای ملی را و همیشه خودتون را سالم نگاه میدارید. خود و نزدیکانتون را همیشه احتیاط کنید. تا دیدار نوبتی سلامت باشید. خیر دوستان.